یک دو سه چهار. الحمدلله. میگن پول چیر که دست در حقیقت راست. امروز آمد فردا می رود. با مورد گفته که پول اگر در جیب باشد صرف هر چیزش مکن، چون که هر چیز میتواند جیب را خالی کند. جایی باید صرف کنیم که فایده جانمون هم در این دنیا باشه هم در آن دنیا. اگه زمانه همه خیش شد که میگه بی پول مرو که در بیمانی، هرچند تو عالمی زمانی. بعضن حالات اگر 3 دیپلم هم داشته باشی بی پول سخنت اثر ندارد، مثل مرغی که بال و پر ندارد. لیکن جای شنیده بودم که وقت پول اختراع کردن شیطان گرفت و بوسه کرد و گفت که اگه من میتوانم با واسه ای پول پدر را از پسر جدا بکنم، برادر را از برادر جدا بکنم، تمام اون جنگ و جدایی ها از دست چی؟ از دست پول. خدا اگه توفیق بده. لیکن با یک مردی داره. مردش همه که مرد و نامرد انسان در حال و زود معین میکنه. ولی در آخر ما دعا میکنیم که ای خدایا پول پرستان را همچو آدم زاده کن، دستگیری مستمندان و کسی افتاده کن. الله همه ما شما را ببخشد. سلام علیکم. كلما ناديت ياه قال يا عبدي